قهر کردن صفت مردانگی نیست. قهر کردن صفت مردانگی نیست، مگر گفتیم جایز است قهر کردن برای کسی که اون بدعت کار باشه. اون بدعت کار باشه. چی گفت؟ تحریم الحجران بین المسلمین فوق 3 ایام الا لبدعت فی المجهور. یک انسان بدعت کاره، یک انسان خرافاتی هست، یک انسان از پیش خودش هر کار میکند، گمان میکند که این کارش کاری خوب است، این کارش عملش عمل شریعتی هست، در حالتی که اون عمل شریعتی نیست. او را 2 بار 3 بار فهموندی که برادر همین عملی که تو انجام داده شده ای این عملت عمل سنتی نیست، این عملت خلاف شریعتی هست و این عملت بدعت هست. دیدی که بدعت کاره، با اون قطع رابطه بکن، جایز است. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند که حضرت رسول خدا فرمودن سگان دوزخیان، سگان دوزخ همه اینها بدعتکاران هستند. کسانی که در دین نو پیدا میکنند، یک چیزی که در دین نیست او را در دین می آورند، با خواهشات خودشون گمان میکنند که همین کار خوب است، در حالتی که اون بدعت در کجایی که در کدام انسان یا در کدام قشلاق یا در کدام مسجد یک بدعت داخل شد، 2 تا 3 تا سنت از بین می رود. 2 تا 3 تا سنت از بین می رود. وقتی که سنت از بین کی رفت، مردم دیگر گمراه می شوند. مردم دیگر گمراه می شوند. هم کسی را که دیدن هر کار کرد گمان میکنند که این کار بسیار کاری ثواب است، در حالتی که در اون ثواب نیست. ببینده برادر، نمازت را بدون بدعت، بدون شبهه، بدون کراهیت ادا بکن تا که الله سبحانه و تعالی قبولت کند. صدقاتتان را که هست طبق قرآن و حدیث ادا بکنید تا که الله قبولش کند. مراسم های تویی که هستند، دختر شوهر میدهی یا پسر را زن میدهی، در اینها خرافات داخل نکن. جل جلاله خرافات داخل نکن، بدعت ها را داخل نکن. اون پسر و اون دختر خوشبخت میشن. برای این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی را دیدی که یک عمل را در دین ما داخل کرده است، اون مردود است، اون قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. دین چی هست؟ دین احکام خدا هست و روش محمد صلی الله علیه و سلم. دین قرآن است و دین حدیث است. این 2 تا منبع است. من و شما دین رو از همین میگیریم، دین رو از قرآن میگیریم، دین رو از حدیث میگیریم. این 2 تا برای من و شما حقیقت دین را، حقیقت شریعت را این 2 تا بیان میکند. این 2 تا بیان میکند. برای این خاطر هر کسی که هر چی میگوید اون فرق ندارد، اون ملا هست، اون داملا هست، اون اشان هست، اون خطیب هست، اون نمیدانم چی هست، هر سخنی که گفت در اون اگر خلاف قرآن و خلاف حدیث است پس مردود است، مردود است، قبول نیست، قبول نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای من و شما فرمودن که ترکت لکم امرین، من برای شما 2 چیز را گذاشته می روم، شما هرگز گمراه نمی شوید اگر این 2 تا چیز را مستحکم بگیرید. یکی قرآن و دوم حدیث. حدیث مقصد سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. این 2 چیز را مستحکم بگیرید، لن تضلون من بعدی، شما هرگز گمراه نمیشید بعد از من. اگر چنگ به قرآن بزنید و چنگ به حدیث بزنید.
من شما در سالی هستیم که همه ترقیات عالم هست، کتاب ها فراوانند، کتاب های درست ها فراوانند، قرآن ها ترجمه شدگی هستند. خصوصا در مملکت خود من و شما به شرافت رئیس جمهور قرآن ترجمه شدگی است. میتونید که قرآن رو بگیرید ترجمه شو بخونید. کتاب های امام بخاری ترجمه شدگی هستند، بگیرید بخونید، دین تان بفهمید، دین تان مستحکم بگیرید. منتظر نباشید که یک عالم دیگر بیاید تا که برای من شما دین را بیان بکند. بآموزید، مستحکم بگیرید، وگرنه هر گمراه آماده شما را گمراه تان میکند، گمراه تان میکند. برای این خاطر دین اسلام دین پاکیزگی هست، دین اسلام دین مستحکم است. دین اسلام من و شما را میگوید که از برادر خودت ناراحت نباش، از 3 روز زیاد قهر نکن. کسانی که از 3 روز زیاد قهر میکنن اینها بسیار بسیار عملی بد میکنن. بهترین اینها همون کسی هست که اول سلام بدهد و علیک را قبول بکنند. الله سبحانه و تعالی من و شما را مؤمنان واقعی بگرداند. الله سبحانه و تعالی از بین من و شما کدورت و عداوت و حسدی را دور بگرداند. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام علیکم. قهر کردن صفت مردانگی نیست، قهر کردن صفت مردانگی نیست، مگر گفتیم جایز است قهر کردن برای کسی که اون بدعت کار باشه، اون بدعت کار باشه. چی گفت؟ تحریم الحجران بین المسلمین فوق 3 ایام الا لبدعت فی المجهور. یک انسان بدعت کاره، یک انسان خرافاتی هست، یک انسان از پیش خودش هر کار میکند، گمان میکند که این کارش کاری خوب است، این کارش عملش عمل شریعتی هست، در حالتی که اون عمل شریعتی نیست. او را 2 بار 3 بار فهموندی که برادر همین عملی که تو انجام داده شده ای این عملت عمل سنتی نیست، این عملت خلاف شریعتی هست و این عملت بدعت هست. دیدی که بدعت کاره، با اون قطع رابطه بکن، جایز است. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند که حضرت رسول خدا فرمودن سگان دوزخیان، سگان دوزخ همه اینها بدعتکاران هستند. کسانی که در دین نو پیدا میکنند، یک چیزی که در دین نیست او را در دین می آورند، با خواهشات خودشون گمان میکنند که همین کار خوب است، در حالتی که اون بدعت در جایی که در کدام انسان یا در کدام قشلاق یا در کدام مسجد یک بدعت داخل شد، 2 تا 3 تا سنت از بین می رود، 2 تا 3 تا سنت از بین می رود. وقتی که سنت از بین کی رفت، مردم دیگر گمراه می شوند، مردم دیگر گمراه می شوند. هم کسی را که دیدن هر کار کرد گمان میکنن که این کار بسیار کاری ثواب است، در حالتی که در اون ثواب نیست. ببینده برادر، نمازت را بدون بدعت، بدون شبهه، بدون کراهیت ادا بکن تا که الله سبحانه و تعالی قبولت کند. صدقاتتان را که هست طبق قرآن و حدیث ادا بکنید تا که الله قبولش کند. مراسم های تویی که هستند، دختر شوهر میدهی یا پسر را زن میدهی، در اینها خرافات داخل نکن، جل جلاله خرافات داخل نکن، بدعت ها را داخل نکن، اون پسر و اون دختر خوشبخت میشن. برای این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی را دیدی که یک عمل را در دین ما داخل کرده است، اون مردود است، اون قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. دین چی هست؟ دین احکام خدا هست و روش محمد صلی الله علیه و سلم.
دین قرآن است و دین حدیث است. این دو تا منبع است. من و شما دین رو از همین میگیریم، دین رو از قرآن میگیریم، دین رو از حدیث میگیریم. این دو تا برای من و شما حقیقت دین را، حقیقت شریعت را این دو تا بیان میکند. این دو تا بیان میکند. برای این خاطر هر کسی که هر چی میگوید اون فرق ندارد، اون ملا هست، اون داملا هست، اون اشان است، اون خطیب است، اون نمیدانم چی هست، هر سخنی که گفت در اون اگر خلاف قرآن و خلاف حدیث است پس مردود است، مردود است، قبول نیست، قبول نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای من و شما فرمودن که ترکت لکم امرین، من برای شما دو چیز را گذاشته می روم، شما هرگز گمراه نمی شوید اگر این دو تا چیز را مستحکم بگیرید، یکی قرآن و دوم حدیث. حدیث مقصد سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. این دو چیز را مستحکم بگیرید لن تضلون من بعدی، شما هرگز گمراه نمیشید بعد از من اگر چنگ به قرآن بزنید و چنگ به حدیث بزنید. من و شما در سال هستیم که همه ترقیات عالم هست، کتاب ها فراوانند، کتاب های درست ها فراوانند، قرآن ها ترجمه شدگی هستند. خصوصا در مملکت خود من و شما به شرافت رئیس جمهور قرآن ترجمه شدگی است. میتونید که قرآن رو بگیرید ترجمه شو بخوانید. کتاب های امام بخاری ترجمه شدگی هستند، بگیرید بخوانید، دین تان بفهمید، دین تان مستحکم بگیرید. منتظر نباشید که یک عالم دیگر بیاید تا که برای من شما دین را بیان بکند. بآموزید، مستحکم بگیرید، وگرنه هر گمراه آماده شما را گمراه تان میکند، گمراه تان میکند. برای این خاطر دین اسلام دین پاکیزگی هست، دین اسلام دین مستحکم است. دین اسلام من و شما را میگوید که از برادر خودت ناراحت نباش، از 3 روز زیاد قهر نکن. کسانی که از 3 روز زیاد قهر میکنن اینها بسیار بسیار عملی بد میکنن. بهترین اینها همون کسی هست که اول سلام بدهد و علیک را قبول بکنند. الله سبحانه و تعالی من و شما را مؤمنان واقعی بگرداند. الله سبحانه و تعالی از بین من و شما کدورت و عداوت و حسدی را دور بگرداند. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.